میرفتن برمیگشتن که این تردد شماره حداقل این فضاحت نیامدن جمعیت رو پر بکنه که بعداً اگر پلیس آلمان خواست گزارش بده که چه تعداد تشریف آوردن مونیخ، این فضاحت آمار پایین موجب خنده تو دنیا نشه. Gestern fand in München eine der größten Versammlungen der letzten Jahre statt. طبق آماری که خود آلمانی‌ها منتشر کردن 15 تا 20000 نفر. آقا اصلا بگو 30000 تا صلوات چه بفرست. 250000 نفر آمار دادید. خب نمیگید خود آلمان گزارش منتشر می‌کنه بی حیثیت میشید، بی آبرو میشید، مفتضح‌تر از اینی که هستید میشید. 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich hier auf der Theresienwiese versammelt. نکنید. مایه شرم ایرانیان نباشید، مایه خفت ایرانیان نباشید. Trotz eines emotional schwierigen Themas haben sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer völlig friedlich verhalten. متاسفانه دارن ایران رو در خارج از ایران به شما آدم‌های بی آبرو میشناسن. نکنید، آبروی ایرانی‌ها رو نبرید. Und die Versammlungsteilnehmer sind unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber so herzlich aufgetreten, dass der ein oder andere, trotzdem er gestern am Valentinstag arbeiten musste, noch in den Genuss einer Rose gekommen ist. دیروز تجمع تمسخرآمیز و سراسر خجالت آور برای ضد انقلاب خارجنشین در مونیخ برگزار شد. سلطنت طلبها با وعده پوچ و پوشالی که به هر حال ربع پهلوی به اونها داده و با هزینه‌های هنگفتی که اونها را از سراسر اروپا با هواپیما و هزینه‌هایی که برای تهیه بلیط در واقع پیش بینی شده بوده به مونیخ کشوندن. با همه تلاش‌ها و فراخوان‌ها یک جمعیت بسیار ناچیز، اونم در کنار یک سیرک بزرگ، در واقع سیرکی که از پیش برنامه داشت و اونجا برای بازدید از اون سیرک خیلی از مردم اومده بودن. این جمعیت با اونها ترکیب شده و به عنوان یک تجمع در دنیا اون رو منعکس کردن. خجالت آور بود. این هزینه ها از 30 میلیارد دلار یا همون 80 چمدان طلا و جواهری بود که در واقع پهلوی ها از کشور دزدیدن بردن. به عنوان بزرگترین سرقت تاریخ از اون یاد شده و اونها در این نمایش مضحک خودشون یک بار دیگه ثابت کردن که هیچ عددی نیستن برای مقابله با قدرت خیره کننده جمهوری اسلامی ایران. از همینجا هم نماینده پارلمان ایتالیا، اون خانومی که جسارت رو به تصویر مقام معظم رهبری کرد، رو این اقدامش رو محکوم میکنم و به او هم هشدار میدهیم. البته به نظرم باید یک اقدام شایسته از سوی عزیزان ما در دستگاه دیپلماسی هم